بیاین یه سفری کنیم به تبریز قرن 15 و قصه یه شگفتی گم شده رو بشنویم. فکرشو بکنین یه تاجر ونیزی از دیدن یه کاخ باشکوه تو تبریز انگشت به دهن مونده بود. اون داشت از یه جای افسانه‌ای حرف میزد. ولی خب اسمش چی بود؟ اینجا کاخ 8 بهشت تبریز بود. اولین و اصلی ترین نمونه از این سبک معماری معروف. حالا جالبه بدونید که طبق اسناد تاریخی این شاهکار چه ویژگی‌هایی داشته. اینجا فقط یه دربار سلطنتی نبود، یه نمایش خیره کننده از هنر و فرهنگ بود. تو این بنا بهترین سبکای معماری تبریزی، آناتولی و تیموری با هم ترکیب شده بود. ولی این شکوه فقط برای پادشاهان نبود. این عدد ظرفیت بیمارستان همین مجموعه رو نشون میده. درسته، یه بیمارستان عمومی خیلی بزرگ بخش اصلی این مجموعه کاخ بود. حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم، میبینیم که این بیمارستان برای اون زمان فوق‌العاده پیشرفته بود. پس نکته مهم اینه که این کاخ فقط نماد قدرت نبود، نماد تعهد به مردم هم بود. که میرسیم به این سوال غم‌انگیز، چرا همچین بنای شگفت‌انگیزی امروز دیگه وجود نداره؟ نابودیش یهویی اتفاق نیفتاد، بلکه یه فرایند تدریجی و تلخ تو 3 مرحله بود. اولین ضربه رو عثمانی‌ها بعد از جنگ چالدران به این کاخ و میدون اطرافش زدن. بعدش هم 2 زلزله وحشتناک تو قرن 18 هرچی که مونده بود رو خراب کرد. و آخر سر هم بی‌توجهی خود ما. مردم آجرها و سنگهاش رو برای ساخت و ساز کندن و بردن. این بی‌توجهی اونقدر زیاد بود که امروز حتی جای دقیقش رو هم نمیدونیم. خب حالا چرا مهمه که ماجرای این بهشت گم شده رو بدونیم؟ چون تأثیرش فوق‌العاده زیاد بود. حتی میدون نقش جهان اصفهان از روی اون الگو برداری شده. این کاخ فقط یه ساختمون نبود، بلکه روح و هویت شهر تبریز بود. و این ما رو به این فکر میندازه که چطور فراموش کردن گذشته میتونه آینده یه شهر رو نابود کنه. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کردید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسی نیست.